همداران عزیز سلام علیکم. امروز 29 مارت سال 2025 می باشد. انا گپ میزنیم درباره همین انگوری نوع تویفی. انگوری نوع تویفی خودمان که بهترین انگور به حساب می رود. بینید که ما روز 3 نوامبر سال 2024 من همین انگور رو از بازاری مهرگان یک قطعش رو خریداری کرده آورده در قطعه ها یک قبط ماندگی بودم. اما کسل شدم. بعد دیگه ایودم برام تا حوزه میرم میبینم که الان پیشش مویز شده است و عقبش مانده است و تازه کرده آوردم. انگور تویفی ما ریکرسمن است. اویدی ایستادن در زمستان نگاهداری بهترین و بامزه ترین انگوری تویفی خودمان است. انگوری تویفی در دامنکوه ها سرخ می شود، در پس جای ها عادتا سفید می شود. لیکن اگر شما هر سال از همین انگوری تویفی 20 کیلو بازار پر می شدین، ارزان است، 20 کیلو گرفته آویزان کنید، زمستان دراز شما انگوری با لذت خوشروی می خورید. این انگور سال پوچالا شدگی برای چی؟ برای اینکه در خلادینیک نیست، بی خلادینیک انم خیلی میستد، لیکن با مزه ترین انگور زیر انگوری بازار را گیرید چین این مزه ندارد. انگوری بازار چون که در یخدان نگاه کرده شده است، در سردخانه مزه انگور رو میگیرد. این انگور باشد به سردخانه است. من ببینید پوچالا هم باشد، اگر این بهترین انگور است، شیرین ترین انگور است. هم دیاران عزیز یک نوار مایده بود درباره انگوری تویفی محلی خودمون. با ذات‌های بهترینش هست. من باید امسال سال دیگه ذات نو بهترینش رو پیدا کنم که چلیک اکبر اینقدر چلیک است. من میدونم از کجا گیرم و خدا خواهد اخنک زدگی بود دیگه گرفته نتونستیم. من این انگور بهترین انگور. هم دیاران عزیز هر سال میتونید از زمین آویزان کنید در خانه‌تون یا در قطعه‌تون، یک قطار کرده چینده در جای سالخین مونید. زمستانی دراز شما انگوری خوش صفت تویفی میخورید با اهل عائله‌تون. انگور تویفی محلی ما انگور بهترین جهان است. انا هم دیاران عزیز بگاه ما این را بعد از روز کشایی خدا خواهد استعمال میکنیم. این شیرین ترین انگور دنیا، بهترین انگور دنیا می باشد. انا هم دیاران عزیز با گروه انگور و باغ باشید. از انگور تویفی هر سال به خودتان در خانه‌تان نگاهداری کرده استعمال کنید. سرخکش رو بینید چه خیلی زیبا جای سرخکش. همداران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. این تعریفی انگوری تویفی خودمان است. بهترین انگوری جهان است. در پناه خدا باشید.